فصل هشتم. نوازش. نوازش یعنی نگاه و سلام پر از صمیمیت به شما. تلفن یکی از دوستان که فقط صدایتان را بشنود. جمله کوتاه معلم زیر نمره خوب ورقه امتحان شما. و یا دست دوستی سر شانه‌تان و صحبتش درباره شما با دیگران. وقتی همه دارند حرف میزنند تا دوباره شما محور بحث شوید. نوازش یعنی وارد شدن به آگاهی فرد دیگر. نوازش چیزی است که کودک ما احساس می کند. بیشتر نوازش ها به انسان احساس خوبی می دهند، انرژی می بخشند. نوازش ما را زنده نگه می دارد. پس از تولد، پس از پیمودن آن راه سخت و طولانی و ورود به صحنه روزگار، نوازش بود که به ما اطمینان داد زندگی در این بیرون نیز خوب است. نوازش در آن موقع زندگی بخش بود، امروز هم هست. آبراهام مازلو نوازش را محرک ارجح می نامد و آن را در سلسله مراتب نیازهای انسان همردیف غذا و آب می داند. ما غالباً می توانیم نوازش‌های مثبت و نوازش‌های منفی را از یکدیگر تمیز دهیم. بدین معنی که مثبت باعث احساس خوب و منفی باعث احساس بد می شود. هر گونه توجهی بهتر از بی‌توجهی است مگر آنکه حقارت‌آمیز و ظالمانه باشد. ما به طور کلی واژه نوازش را به معنای مثبت آن می‌گیریم و در اینجا نیز از آن به همین مفهوم استفاده خواهیم کرد. مناطق تسلی. نیاز افراد به نوازش متفاوت است. شدت آتش و نیاز ما به نوازش ظاهراً بستگی دارد به میزان نوازشی که در کودکی دیده‌ایم. تا زمانی که در محدوده منطقه تسلی خود بمانیم. اوضاع نسبتاً خوب پیش می رود. اگر نوازش زیادتر از حد باشد، آدم‌های زیاد، رفت و آمد زیاد، تلفن‌های زیاد، تقاضاهای زیاد و یا حتی تعریف‌های زیاد، سیستم گیرنده ما از کار می‌افتد و احساس می‌کنیم که دلمان می‌خواهد فرار کنیم. در چنین حالتی ممکن است به خلوت خود پناه ببریم و به فعالیت‌های مورد علاقه خود در تنهایی بپردازیم. کتاب خواندن و رفتن به گل‌های باغچه، تنها زیر آفتاب نشستن، قدم زدن، یک روز مرخصی گرفتن، ولو شدن توی ننو و تاب خوردن و یا رفتن توی اتاق و در را پشت سر خود قفل کردن. وقتی احساس می‌کنیم سرسام گرفته ایم، سکوت حالمان را جا می‌آورد. حتی ممکن است به جایی برویم که سکوت جزء لاینفک آن است، پناهگاهی که در آن همه در سکوت می‌نشینند و از حضور هم لذت می‌برند. اما کسی مجبور به جواب دادن نیست. ما گوشه‌نشینی اختیار می‌کنیم تا فکر کنیم، مطالعه کنیم، ذهنمان را مرتب کنیم و به زندگی خود معنی و مفهوم ببخشیم. این کار را تا حدی با آرامش خاطر انجام می‌دهیم. البته به شرطی که بدانیم هرگاه که بخواهیم می‌توانیم به دنیای عادی برگردیم و دیری نمی‌پاید که آرزو می‌کنیم برگردیم. کمتر کسی می‌تواند مدتی دراز در انزوا بماند. وقتی میزان دریافت نوازش به پایین‌تر از حد محدوده منطقه تسلی تنزل می‌کند، افسردگی عارض می‌شود. سرشت آدمی چنان است که نوازش لازم را به هر حال به دست خواهد آورد. همانطور که بدن کالری لازم را از هر راهی که شده به دست می‌آورد. اشخاصی که گرسنه می‌مانند کالری لازم برای زنده ماندن را از درون خود تأمین می‌کنند. هنگامی که غذا نباشد، بدن سوخت لازم را از طریق بافت‌های چربی اضافی بدن و سپس به تدریج از عضلات تأمین می‌کند. وقتی که مقدار کالری لازم برای مدتی طولانی تأمین نشود و بدن احساس خطر کند، دیگر تفاوتی بین چربی یا گوشت باقی نمی‌ماند. و در آخرین مراحل گرسنگی، اعضای حیاتی بدن سوخت لازم را برای ادامه حیات تأمین می‌کنند. شخص گرسنه بالاخره می‌میرد، اما بدن با استفاده از ذخایر موجود همه تلاش خود را برای ادامه حیات به کار برده است. نیاز ما به نوازش نیز چه جسمانی باشد و چه روانی به همین شکل است. وقتی که میزان نوازش به حدی پایین‌تر از محدوده منطقه تسلی تنزل کند،
رفته رفته آثار افسردگی یا افسردگی توأم با خشم یا یأس و درماندگی در رفتار ما ظاهر می شود و حتی گاهی از نظر جسمی نیز بیمار می شویم. وقتی قیافه ظاهری و رفتار ما به اندازه کافی بد شد، معمولاً فردی پا پیش می‌گذارد و می‌گوید اینطوری که نمیشه، باید بری دکتر. بدین سان ترتیبی داده می‌شود که دیگران دخالت کنند و کمک کنند. حتی ممکن است کار به خوابیدن در بیمارستان بکشد که البته در این گونه موارد نوازش به مقدار زیاد و سخاوتمندانه به فرد داده می‌شود. خوشبختانه اکثر مردم اشتیاق زیادی به زنده ماندن دارند و حتی در شرایطی که سخت روحیه‌شان ضعیف شده باشد، نیز نیازهای خود را بر زبان می‌آورند. اگر این کار را نکنند از لحاظ روانی می‌میرند، همانطور که با محرومیت از غذا از لحاظ جسمانی می‌میرند. یکی از راه‌های متداول برای کسب نوازش و حفظ آن در محدوده منطقه تسلا بازی هاست که به تفصیل در کتاب بازی ها نوشته دکتر اریک برن تشریح و در کتاب وضعیت آخر نیز از آن صحبت شده است. بازی یک سری تبادل رفتار ناپیدا و مکمل است که به نتایج و سرانجامی کاملا مشخص و پیشبینی شده منتهی می شود. بازی ها ناشی از آتش فرد برای نوازش است و مردم نوازش را مثل کالری لازم برای ادامه حیات به دست می آورند. حتی اگر در این راه دست به خودویرانگری بزنند. اگرچه بازی ها اساساً بر دوز و کلک استوار است و مردم را از یکدیگر دور نگه می دارد، اما در عین حال قبل از بروز مجدد بیزاری و دلسردی لحظاتی از رویارویی پربار و نوازش نیز ایجاد می کند. همه بازیکنان چیزی از بازی به دست می آورند و نهایتاً نیرویی برای ادامه حیات می یابند. بازی یک نمایش است. یکی از این نمایش ها را در فصل 11 تشریح خواهیم کرد. سرچشمه نوازش مردم هستند. درست است که مثبت فکر کردن نیروبخش است، اما اولین فکر مثبت ما غالباً این است که به انسان دیگر روی بیاوریم. چنین می نماید که ما نمی توانیم خودمان به تنهایی تجدید قوا کنیم. حتی در لحظات انزوا فکر ما فوراً متوجه دیگران و خاطرات آنها می شود. به گذشته های خوبی می اندیشیم که در مصاحبت آنان بودیم و کسانی را به یاد می آوریم که مدت هاست مرده اند ولی در زندگی ما شریک بودند. روزهای خوب گذشته معمولاً پر است از آدمهای خوب آن وقتها. مادر و پدر، دوستمان، دختر همسایه، معلمی که در دبیرستان دوستش داشتیم و یا خاله عزیزی که همیشه فرصت سر و کله زدن با ما را داشت. حتی گاهی در لحظاتی که احساس می‌کنیم فقط با خدا راز و نیاز می‌کنیم، فکرمان متوجه کسی است که اولین بار خدا را به ما شناساند. مردم گذشته یکی از منابع نوازش یادآوری و تکرار نوازش‌های گذشته است. والد تغذیه کننده در کنار والد انتقاد کننده بخشی از بانک خاطرات ماست. ما امروز هم غالباً با شنیدن تمجید و تحسین والد همان لحظات شاد دوران کودکی را دوباره تجربه می کنیم. احساسهای خوب و بسیار مهم اولیه ناشی از تحسین و تایید دیگران تأثیر انگیزش نیرومندی در همه کارهای ما داشته و دارد. به نظر می رسد که ما در تمام عمر در جستجوی المثنای نوازش دهندگان اولیه خود هستیم و اگر پیدایشان نکنیم موقعیت‌هایی را باز آفرینی می کنیم که آنها را در خاطر ما زنده کند. من هر وقت باغچه گل سرخ خانه یا یک میز ناهار تمیز و قشنگ چیده شده را می بینم، موجی از شادی سراسر وجودم را در بر می گیرد. چون می دانم که اگر مادرم زنده بود، با آن مهر و محبت فراوانی که داشت، امروز هم درست مثل وقتی که بچه بودم مرا تحسین می کرد. می توانم کلماتش را بشنوم، درست همانطور که بارها در موقعیت‌های مختلف می شنیدم. کلمات او را دقیقاً به خاطر دارم. صدای پدرم نیز همیشه در گوشم زنگ می زند. وقتی که بچه بودم و کلمه تازه و سختی را درست ادا می کردم می گفت باریکالله. اگر کلمه ای را
صحیح به کار نمی بردم تحسینم می کرد، اما بلند می شد و فرهنگ لغات را می آورد تا آن را با همدیگر درست یاد بگیریم. ما معمولا نمی توانیم از کاری که به خاطر آن تحسین شدیم یا می شویم دست برداریم. این امر هم می تواند مایه برکت باشد و هم مایه هلاکت، که البته بستگی دارد به این که ما برای چه کاری مورد تمجید قرار گرفتیم. اگر بچه‌ای به خاطر کش رفتن یک تخم مرغ از مغازه سر کوچه مورد تمجید قرار بگیرد، بعید نیست که روزی زبردست‌ترین دزد دنیا بشود. مادرش او را تحسین کرد، چرا بقیه نکنند؟ سرگرمی‌های ما نیز انعکاسی است از شادی‌های گذشته. تام در یکی از اتاق‌های خانه‌اش مشغول ساختن نمونه‌ای بزرگ از راه آهن اسباب بازی است. نمونه‌ای است بسیار شگفت‌انگیز و دقیق، شبیه راه آهن واقعی با همه جزئیات تشکیلات راه آهن، حتی صدا. ریل‌هایی که از وسط کوه‌ها و از کنار دریاچه‌ها می‌گذرند، اتاق‌های نگهبانی، جایگاه‌های سوخت، محل تقاطع خط‌ها، خرک‌ها، ایستگاه‌ها، لوکوموتیوهای باری و مسافری، همه با زیبایی تمام شبیه آن چیزی است که سالها ساخته شده است. اگرچه گاهی در این اتاق تنها می‌ماند و تنها کار می‌کند، اما واقعاً تنها نیست، چون خاطرات شیرین پدرش را که یک مهندس لوکوموتیو ساز بود به یاد می‌آورد. پدرش او را روی زانوی خود می‌نشاند و داستان‌های هیجان انگیزی درباره این غول آهنی تعریف می‌کرد و می‌گفت که چگونه کار می‌کرد که سر وقت به ایستگاه برسد. مردم امروز، زنده شدن خاطرات آدم‌های گذشته برای بعضی‌ها معنی و ارزش عمیقی دارد، اما کافی نیست. نوازش همچون مائده‌ای آسمانی است که تنها یک روز دوام دارد. ما هر روز به نوازش تازه‌ای نیاز داریم، زیرا شادی‌های گذشته مانند روزنامه دیروز کهنه می‌شود. افتخارات گذشته ما هر چه باشد، هر قدر هم که جام و کاپ و مدال جمع کرده باشیم، هر قدر هم که آلبوم عکس‌ها و بریده‌های روزنامه و مجله ما ضخیم باشد، باز صبح که از خواب بیدار می‌شویم از خود می‌پرسیم امروز چی؟ درست به همان سادگی که از خود می‌پرسیم امروز نهار چی داریم. همانطور که به غذای تازه احتیاج داریم، به تماس با مردم تازه هم نیاز داریم. به اعتقاد ما، شخص هنگام ورود به محل کار، مهمانی، اتاق کنفرانس و یا حتی زمانی که با 2-3 نفر دیگر می‌خواهد به کره ماه سفر کند، سؤالی حیاتی درون او را پرتلاطم می‌کند. اینجا چطور می‌شود نوازش دید؟ این امر همانقدر حیاتی و اساسی است که پستان مادر برای بچه. مراوده با مردم کوچه و بازار یا مردمی که به طور اتفاقی با آنها برخورد می‌کنیم، منبع قابل اعتمادی برای نوازش نیستند. به همین دلیل است که ما با مردم رابطه برقرار می‌کنیم. نسبت روابط با نوازش مثل نسبت انبار گندم است به نان، یعنی یک ذخیره تضمین شده. اهمیت فرد معمولاً به مجموع روابطش با دیگران بستگی دارد. اگر می‌خواهید بدانید کی هستید، میزان روابط خود را در نظر بگیرید. تهیه فهرستی از نقش‌هایی که دارید مفید است. یک زن می‌تواند همسر، مادر، فرزند، خاله یا عمه یا هر دو، خواهر، تبعه یک کشور، معلم، دوست، همسایه، دانشجو، عضو کلیسا، ورزشکار، سرمایه‌گذار، فیلسوف، عضو انجمن خیریه یا مهندس راه و ساختمان باشد. شما هم فهرست خودتان را درست کنید. یک مرد هم می‌تواند همه نقش‌های فوق را داشته باشد، البته به استثنای مادر، خاله و عمه و خواهر که البته می‌تواند همتای آنها را در جنس مذکر داشته باشد. شخصیت شما در ارتباط با دیگران با توجه به نقشی که می‌پذیرید متفاوت و منحصر به فرد است. رفتار و شخصیت شما در رابطه با همسرتان متفاوت از رفتار و شخصیت شما در رابطه با همسایه است. همانطور که با اعضای فلان باشگاه فرق می‌کند. یکی از راه‌های مفید برای تجسم بخشیدن به روابط خود با دیگران
کشیدن نموداری است به شکل زیر تصویر 7. خودتان را در دایره وسط قرار دهید و هر یک از آدم‌های زندگیتان را در دایره‌های اطراف. خطوط میانی نشانه ارتباط شما با آنهاست. جزء لاینفک هر رابطه حقی است که شما برای آن قائل می‌شوید. به عبارت مشخص‌تر، حقی که این رابطه نسبت به ساعات زندگی شما در طول شبانه روز دارد. این همان چیزی است که یک رابطه را از یک آشنایی اتفاقی در خیابان و یا برخوردی کوتاه در فروشگاه متمایز می‌سازد. به عقیده ما همین آشنایی‌های تصادفی نیز ایجاد حق می‌کند، چه از نظر آداب و رسوم و چه از این نظر که می‌تواند در مواقع اضطراری کمک کننده باشد. حداقل اعتبار آن نیز انسان بودن دو طرف رابطه است. اما حق روابط شخصی اولویت دارد. اگر شما حق یکی از روابط خود را انکار کنید و با گفتن جمله متاسفم برای شما وقت ندارم، عملاً آن را قطع نمایید، آن رابطه دیگر برای شما وجود خارجی نخواهد داشت. شخصی که شما روابط خود را با او قطع کرده اید، ممکن است باز هم دور و بر شما باشد، اما شما دیگر حضور او را احساس نمی کنید. به این ترتیب ممکن است این شما باشید که احساس تنهایی بکنید. در 2 دهه 60 و 70 که می توان آن را 2 دهه آزادی و جستجو نامید، بسیاری از مردم امریکا تصمیم گرفتند که همه چیز را ول کنند و بروند خودشان را پیدا کنند. بعضی به جزایر دور افتاده رفتند و برخی به قله‌های بلند تبت و بعضی هم روانه چین شدند. بسیاری از آنان برای همیشه رفتند و همه روابط موجود را قطع کردند و همسر و بچه و کار و تعهدات خود را رها ساختند. بسیاری از آنها نه تنها خودشان را پیدا نکردند، بلکه فهمیدند که به قول معروف به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. آنها کشف کردند که بیش از همیشه گم شده اند، زیرا از همه روابطی که هویتشان را تعیین می‌کرد بریده بودند. نه خود را یافتند و نه هیچ کس را. ما وقتی حضور دیگران را احساس می‌کنیم که اجازه دهیم آنها نیز بخشی از ما را داشته باشند، بخشی از وقت ما را. بعد از تهیه فهرستی از روابط خود، متوجه می‌شویم که باید اولویت‌ها را در نظر داشته باشیم. ما نمی‌توانیم برای همه در همه اوقات همه چیز باشیم. باید ببینیم به چند نفر می‌توانیم جوابگو باشیم. کدام روابط برای ما حیاتی است؟ افراد خانواده و دوستان مهمند. سازمان‌هایی با هدف مشخص مثل کلیسا و مؤسسات خدماتی و خیریه و افراد آن مهمند. وقتی شما 65 ساله شدید، اعضای تیم فوتبال شما کجا هستند؟ همکارانتان کجا هستند؟ رفقای محله کجا هستند؟ جواب هر یک از این سوالها چندان هم مهم نیست، اما خود سوال مهم است. با هر دست که می دهیم از همان دست پس می گیریم و این ما را به یاد حرف اندوهبار خانمی خیلی اجتماعی می اندازد که می گفت وقتی بچه هام کوچک بودن زیاد حوصله‌شون رو نداشتم و همیشه می گفتم کی میشه بزرگ بشن. حالا که دیگه بزرگ شدن اونها حوصله منو ندارن. تعداد افرادی که در زندگی ما نقشی دارند ممکن است خیلی زیاد باشد. از سوی دیگر خطر کمی تعداد این افراد و مایوسانه چسبیدن به آنها و در نهایت از دست دادن آنها را نیز باید در نظر داشت. در مورد این مطلب در فصل 11 بیشتر صحبت خواهیم کرد. دادن نوازش. نوازش یک شخص یعنی برآوردن خواسته او. همه افراد طالب نوازش یکسان نیستند. نوازش در اساسی ترین شکل خود یعنی وارد شدن به دنیای آگاهی شخص. نوازش یعنی شناخت. شما ورود مرا به اتاق می‌بینید و با گفتن سلام آن را تایید می‌کنید. من هم در جواب می‌گویم سلام. این احساس خوشایند است. چنانچه این ابتدایی ترین نوع شناخت و تایید صورت نگیرد، احساس می‌کنیم کوچک شده ایم و به حساب نیامده ایم. آن وقت به خود می‌گوییم مرا اینجا نمی‌خواهند، نباید می‌آمدم. آگاهی زمانی امکان پذیر است که ما با درک مکالمه درونی آن را متوقف کنیم تا بالغمان آزاد باشد که دیگران را ببیند. این دیدن زمانی جامعیت دارد که ما
همه را ببینیم، یعنی دیدن والد و بالغ و کودک. با تشخیص سرنخ‌ها می توانیم بفهمیم که به چه چیز نیاز دارند. گاهی لازم است که پس از تایید حضورشان آنها را تنها بگذارید. کلمه نوازش به معنای تماس یا فعالیت جسمانی نیست. کسانی که از کلمه نوازش صرفاً معنای لغوی آن، یعنی فعالیتی جسمانی را در نظر می‌گیرند، گاهی علی‌رغم آگاهی خنده‌دار می‌شوند و مثلا در یک مهمانی مدام اینور و آنور می‌روند، دست همدیگر را می‌فشارند، با دست به شانه یکدیگر می‌زنند، همدیگر را بغل می‌کنند. همیشه نیششان باز است و آنقدر به کلامشان حالت می‌دهند که آدم می‌خواهد از دستشان فرار کند. چقدر این گفته دوست فقیدمان پروفسور ادسون کالدول آرامش دهنده است که می‌گفت عالی‌ترین هدیه‌ای که یک فرد می‌تواند به فردی دیگر ارزانی دارد، حضور بی‌ادعای خود اوست. نوازش دیگران تنها به این دلیل که ما می‌خواهیم یا چون فرض بر این است که باید این کار را بکنیم، هرچند در ابتدا می‌تواند کام دیگران را شیرین کند، اما شیرینی بیش از اندازه نیز ممکن است دلزدگی بیاورد. دستورالعمل ما ممکن است نوازش دیگران باشد، اما هیچ معلوم نیست که دیگران طالب آن باشند. آیا تاکنون به چهره مات و مبهوت بچه‌ای نگاه کرده اید که پدرش برای سرگرم کردن و قطع شدن گریه‌اش او را بالا و پایین می‌اندازد؟ بدیهی است که گریه بچه قطع می‌شود چون به سختی می‌تواند نفس بکشد. بهترین تأییدی که می‌توانیم به دیگران بدهیم اولاً آگاهی از حضور آنهاست و سپس دادن پاسخی بر اساس آنچه می‌گویند و می‌کنند و نه آنچه والد یا کودک ما دلش می‌خواهد. عشق و محبت زمانی آغاز می‌شود که ما کودک درون دیگری را ببینیم و این کار موقعی امکان پذیر است که ما از طریق ردیابی با خواسته‌های خود کنار آمده باشیم. وقتی با تمرکز دادن آگاهی کامل خود بر حضور دیگری توانستیم به روشنی همه چیز را ببینیم، آنگاه می توانیم به نیاز او پی ببریم. آیا لازم است دست روی شانه او بگذاریم یا فقط سکوت کنیم و به چشمهایش خیره شویم؟ سوالی بکنیم یا اصلاً سوال نکنیم؟ پیشنهاد کمک کنیم یا تقاضای کمک؟ شور دادن نوازش به دیگران باعث می شود که فراموش کنیم دیگران نیز چنین نیازی دارند و بدین ترتیب مخاطبی بی ملاحظه جلوه می کنیم. همچنین ممکن است اشتیاق زیادی برای نوازش دیگران داشته باشیم، ولی جمله دوستت دارم را با لحنی چنان خشک و بیروح ادا کنیم که مخاطب ما روحیه‌اش را از دست بدهد. وقتی مشتاقانه حاضر به نوازش کسی هستیم، باید از خود بپرسیم چرا دارم این کار را می کنم؟ برای اینکه باید، الزامی است، مجبورم؟ آیا داریم معامله می کنیم؟ چنانچه ما ارائه نوازش را ضمانتی بدانیم برای دریافت نوازش در روز مبادا، ماهیت خودخواهانه این عمل ما خود را نشان خواهد داد. چه بسیار افراد نیکوکاری که دور هم جمع می شوند و زنبیل‌هایی از انواع غذاهای گوناگون و هدایای مختلف تهیه می کنند و آن را شب سال نو به در خانه‌های تهیدستان می آورند و کرامات خود را مشتاقانه جلوی این مستمندان پهن می کنند و بعد خودشان به سرعت از صحنه می گریزند. هدایای آنها البته شکم خالی فقرا را پر می کند، اما نه قلب‌هایشان را. بعضی لطف و مرحمت‌ها هست که دریافت کننده را بدتر دچار احساس بینوایی و درماندگی می کند. قانون همیشگی این است که از کودک دیگری، از احساس او و از مناعت نفس او حمایت کنید. امروزه بیشتر سازمان‌های خیریه بدین ترتیب عمل می‌کنند. قفسه‌هایی پر از غذا و کمدهایی پر از لباس تهیه می‌کنند تا نیازمندان هر وقت که خواستند بیایند و نیاز خود را برطرف کنند. این راه بهتری است. مردم غالباً به ویژه هنگام غم و اندوه بیش از آنکه محتاج نصیحت و کمک شما باشند، به خود شما احتیاج دارند. بهترین لطف حضور خود شماست. مردم از یک گوش شنوا بیشتر استقبال می کنند تا از یک وراج اندرزگو. شریک غم دیگران شدن بهتر از لب به دندان گزیدن است. لرد بایر می گوید
اشک عمق بیشتری را به ما می‌نمایاند تا تلسکوپ. احساسها اغلب از حقایق با ارزش‌ترند. در اینجا نیز آگاهی از وجود دیگری کلید رمز است. ضعفا همیشه هم به قدرتمندان احتیاج ندارند. گاهی ابراز شکست‌هایمان به دیگران می‌تواند به روابطمان کمک کند. ادوارد کچم در مقاله‌ای تحت عنوان شکست در 40 سالگی می‌نویسد: آنچه مرا به حیرت انداخت این واقعیت بود که شکست من باعث بهتر شدن روابطم با همکارانم شد. من فراموش کرده بودم که هر انسانی که یک روز در زندگی خود مزه شکست را چشیده باشد، حرف دیگر دل شکستگان را بهتر می‌فهمد و می‌پذیرد. اگر گاهی احساس می‌کنید دلتان می‌خواهد گریه کنید، بکنید. اشک ریختن بر رنج و درد دیگران نوازشی است که کاملاً درک می‌شود و به دل می‌نشیند. اشکال نوازش: با فرض داشتن آگاهی و تمایل صادقانه به زندگی با دیگران در جامعه، باید دید که چه شکل‌هایی از نوازش را می‌توان به کار گرفت. 1. چشم در چشم دوختن. این عمل باعث نزدیکی می شود به حدی که می توان گفت دو نفری که به همدیگر نگاه می کنند یک روح هستند در دو بدن. این تماس لازم نیست جدی و طولانی یا به نحوی باشد که مخاطب مجبور شود نگاه خود را متوجه چیز دیگری کند. چارلز جیلت، رئیس دفتر کنفرانس‌ها و بازدید کنندگان نیویورک میگوید: بیشتر مردم هنوز با شما دست نداده چشمشان متوجه اطراف می شود. آدم می خواهد داد بزند که هی حواست کجاست، ما هنوز احوالپرسی نکرده ایم. اگر عینک می زنید همیشه بزنید. دست کم روزی یک بار آن را خوب تمیز کنید. اگر عینک لازم دارید ولی نمی خواهید عینک بزنید، از چشم پزشک خود بخواهید به شما لنز بدهد. خودبینی و بوالهوسی شاید نتایجی داشته باشد، اما صمیمیت در روابط جزو این نتایج نیست. کسانی که عینک میزنند گاهی وقتها که به مهمانی میروند عینکشان را نمیبرند، چون خیال میکنند بی عینک جذابتر میشوند. اما ممکن است احساس کنند که از دور خارجند، زیرا همه را تیره و تار میبینند. دلمشغولی آنها این است که قیافه هم چطوره؟ نه، قیافه دیگران چطوره؟ وقتی دید شما 2 متر بیشتر نیست، چطور می توانید دست تکان دادن یکی از دوستانتان را از ته اتاق ببینید؟ اگر نتوانیم مردم را درست ببینیم، نه تنها از نوازش آنها محروم می مانیم، بلکه خودمان نیز قادر به نوازش آنها نخواهیم بود. 2. گوش بدهید. یکی از بهترین نوازش‌ها گوش دادن به حرف دیگران است. بگذارید دیگران حرفشان را تمام کنند. حوصله داشته باشید و به دیگران فرصت بدهید. آرام باشید. سرتان را تند تکان ندهید و بیتابی نکنید. زیرا معنای این حرکات چیزی نیست جز این که بخواهید به مخاطب خود بگویید زودتر حرفت را بزن، برو سر اصل مطلب، وقت ندارم. اگر واقعاً وقت ندارید، کافی است با یک جمله مستقیم و منطقی و در فرصتی مناسب میان گفتگو آن را بیان کنید. خیلی دلم میخواست وایسم و به حرفات گوش بدم، اما متاسفانه ساعت 10 قرار دارم و باید برم. این جمله را میتوان به طرق گوناگون و مؤدبانه به زبان آورد بی آنکه کودک مخاطب جریحه دار شود. اگر خوب نمیشنوید از سمعک استفاده کنید. اگر کسی را میشناسید که سمعک میزند، از او بپرسید چه احساسی دارد. استفاده از سمعک کار آسانی نیست. شنوایی تام خیلی کم است. او در جنگ جهانی دوم در یکی از کشتی‌های نیروی دریایی در پرل هاربر کار می‌کرد و حمله ژاپنی‌ها و ساعتها بمباران و انفجار به گوش‌هایش آسیب رساند. او اکنون از 2 سمعک استفاده می‌کند، ولی در عین حال لبخوانی نیز می‌کند. یکی از راه‌های توجه به این گونه افراد این است که هنگام صحبت کاملاً روبروی آنها قرار بگیرید. یکی از روش‌های نوازش افراد معلول پرسجو از علت معلول شدن آنهاست، نه نادیده گرفتن آن. سپس در صورت لزوم می توانیم بپرسیم که آیا کاری از دست ما برای آنها ساخته است یا نه.
لزومی ندارد هنگام صحبت با اشخاصی که سمعک دارند داد بزنیم. دستگاه آنها تنظیم شده است. داد زدن یا بلند صحبت کردن برای آنها دردناک است. 3. سوال کنید. آنچه از دیگران می‌پرسیم و چگونگی پرسش ما باید زمینه‌ای آگاهانه داشته باشد. به رغم این حقیقت که به ما یاد داده اند نباید در کارهای دیگران دخالت یا فضولی کنیم، واقعیت این است که بسیاری از مردم این کار را دوست دارند. نه همه ولی بیشتر مردم. ممکن است با اشخاصی پرتجربه آشنا شوید که ضمن داشتن انبوهی سند و مدرک احتمالاً مایل باشند از تجربیات زندگی خود با شما حرف بزنند. اما هیچ یک از آنها ابتدا به ساکن به شما نخواهد گفت که مثلا اولین زن فضانورد بوده یا دریای مانش را شنا کرده یا جایزه نوبل گرفته. به دست آوردن دل مخاطب می تواند به باز شدن سر صحبت کمک کند. مثلا جمله شنیدم جناب عالی رسما و با موفقیت مشغول کار شده اید. مثلا جوابی حاکی از خوشحالی فرد را به دنبال دارد، مگر آنکه شما بدانید که مخاطب شما خدای ناکرده قاچاقچی است. نکته‌دانی شما می تواند منتهی شود به این که بپرسید من خیلی دوست دارم بفهمم شما چطور توانستید مشاور رئیس جمهور در بازار تمبر بشوید. و بدین ترتیب گفتگو می تواند برای هر دو طرف به خوبی پیش رود و پربار باشد. 4. از اسم افراد استفاده کنید. چقدر خوب است ما را به اسم صدا کنند و چقدر آزارنده است وقتی که ما را با اسم عوضی یا یکی از اسمهایی که در چنته همه هست صدا می کنند. نازنینم، عزیزم یا پسر یا اوهوی، تو. تمام عمر فقط تو هستیم. پدرم در سن 85 سالگی مدتی در بیمارستان بود. عمل جراحی بسیار سختی را پشت سر گذاشته بود و دوران نقاهتش را می‌گذراند. به قدری ضعیف شده بود که زمزمه‌وار حرف می‌زد. ولی حتی در این حالت هم صدایش حاکی از رنجش خاطرش بود. این پرستارها از درد چی می‌فهمند؟ مرا عزیزم صدا می‌کنند. حتی اسم مرا هم نمی‌دانند. من به مدیر بیمارستان پیشنهاد کردم که اسم هر بیمار را با حروف درشت بنویسند و پایین تختش آویزان کنند تا پرستارها هنگام ورود به اتاق آن را ببینند. احساس می کردم که صدا کردن بیماران به اسم خودشان می تواند به اندازه داروهایی که طبق برنامه باید به آنها داده شود مفید باشد. او موافقت کرد و گفت که در این مورد اقدام خواهد کرد، ولی ضمناً گفت که چنین کاری باید با موافقت شخصی بیماران انجام شود، چون بعضی از بیماران دوست دارند ناشناس بمانند. بار دیگر باید تایید کنم که در اینجا نیز آگاهی کلید عمل است. ما امریکایی‌ها که خیلی زود صمیمی می‌شویم و با مخاطب خود گرم می‌گیریم، عادت کرده ایم که بی مقدمه اسم کوچک دیگران را به کار ببریم. چه کسی فکر می‌کرد که یحیای تعمید دهنده را جک صدا کنند؟ القاب و عناوین نیز باید به آگاهی به کار برده شود. وقتی یک نفر سالها زحمت کشیده تا درجه دکترا بگیرد، انتظار دارد او را دکتر خطاب کند. در اینجا نه تنها مسئله احترام، بلکه موضوع هویت نیز مطرح است. ما چون مدتی نسبتاً طولانی را در سوئد به سر برده ایم، عادت سوئدی ها در بکار بردن القاب را تحسین می کنیم. در سوئد تقریباً هر کس یک عنوان دارد. معرفی افراد به یکدیگر نیز کاملاً رسمی است. اگر مردی رئیس ایستگاه قطار است، هنگام معرفی او به دیگران شغل او نیز ذکر می شود. وقتی من آنجا بودم مرا روزنامه‌نگار معرفی می کردند. به این ترتیب هر کس هویتی دارد. پرستار، معلم، مدیر، کشیش، دانشمند، مهندس، سردبیر، روانشناس، روانکاو، حسابدار، مغازه‌دار، منشی و به تبع پس از انجام مراسم معارفه زمینه‌ای برای آغاز گفتگو پیدا می‌کند. هنگامی که کارل گوستاو پادشاه سوئد از سانفرانسیسکو دیدن می‌کرد، خبرنگاری از او پرسید که میل دارد چه صدایش کنند. او گفت می‌توانید مرا پادشاه صدا کنید. تبادل رفتاری ساده و روشن.
در ایالات متحده امریکا تنها عناوینی که به کار برده می شود، عنوان دکتر برای پزشکان و بعضی القاب برای روحانیون و رجال سیاسی است. وقتی میزبانتان شما را به مدیر آرشیو ملی اندیشه‌های غرب معرفی می کند، احتمالاً می گوید دوست دارم با جو اسمیت آشنا بشید. شما هم با لحنی دوستانه می گویید سلام جو. اما اگر شما می دانستید که نام این مرد در واقع پروفسور جوزف مک گیلیکادی اسمیت است و یا دست کم پروفسور اسمیت، آیا باز هم به همان ترتیب سلام و احوالپرسی می کردید؟ داشتن این اطلاعات اولیه احتمالاً می توانست گفتگوی شما را به مسیر جالبی بکشاند. جو نیز ممکن است احساس کند که یک جای کار می لنگد. یعنی عدم آگاهی شما از این واقعیت که او 40 سال در رشته باستانشناسی و فلسفه کار کرده و 10 سال نیز به خاطر دستیابی به یک هدف انسانی تلاش کرده است. این اطلاعات را به هر حال ممکن است به دست آورید، اما نه به شکلی مستقیم و روشن. و اینجاست که بازی‌ها وارد می شود. وقتی نمی توانیم مستقیما عمل کنیم، به استفاده از علائم و نمادها دست می زنیم. اتومبیل، لباس، جواهرالات و یا علائمی رفتاری از خود نشان می دهیم. خشم و غضبی مؤدبانه، زبانی مغلق و مبهم و یا سکوت. میگویید برای یک فرد تحصیل کرده این چیزها اهمیت ندارد، شرط میبندید، مردم هرچه باشند و به هر جا که برسند باز هم انسانند. جنبه منفی استفاده از القاب و عناوین احتمال آزادمنشانه جلوه نکردن آن است، مگر اشکالی دارد که همه را فقط یک انسان بنامیم. عناوینی مانند خانم، آقا و دوشیزه که غالباً قبل از نام خانوادگی افراد به کار برده می شود و نه فقط با نام کوچک، به هر حال به فرد هویت می بخشد. وقتی که مردم با هم آشنا شدند، با صدا کردن نام کوچک یکدیگر بر اساس توافق گروهی بهتر می توانند روابط خود را ادامه دهند. بعضی از شرکت‌های بزرگ استفاده از اسم کوچک را تشویق می کنند، چون معتقدند خودمانی بودن نیروی همکاری و خلاقیت را در کارکنان پرورش می دهد. البته احتمالاً این کارکنان اطلاعات زیادی درباره شخصیت و زندگی یکدیگر دارند و شاید این اطلاعات را وقتی برای اولین بار به یکدیگر معرفی شدند کسب کردند. بیشتر ما هنگام انجام مراسم معارفه احساس ناراحتی می‌کنیم و نمی‌دانیم دقیقاً چه بگوییم. چون قواعد آن چندان روشن نیست. این امر تأسف‌بار است، زیرا مراسم معارفه می‌تواند قدم اول در تبادل رفتاری مطلوب باشد و حتی به رابطه ای دوستانه منجر شود. ما باید آداب و رسوم خاصی را انتخاب کنیم و آن را به بچه‌های خود بیاموزیم. به نظر ما بچه‌ها باید بزرگترهای خانواده را با توجه به نسبت آنان صدا بزنند. خاله ماری یا عمو الوین و همسایگان را با نام خانوادگیشان خطاب کنند. آقای هوسمن یا خانم آندرسون. این کار درست مانند تشکر از میزبان نشانه آدابدانی و رعایت نزاکت است. آدابدانی نه تنها روابط دوستانه و منظم را گسترش می‌دهد، بلکه به قول پرنس چارلز مقاصد ما را برآورده می‌سازد. مردم را به هر نامی که صدا بزنیم، هدف اساسی باید به حساب آوردن مخاطب باشد. شما خوب هستید. هرب کین مقاله نویس روزنامه کرونیکل سان فرانسیسکو داستانی نقل می کند از پیر مونتوی فقید که زمانی رهبر ارکستر فیلارمونیک سان فرانسیسکو بود. یک شب مونتو و زنش که در نیو انگلند مسافرت می کردند برای اقامت به موتلی رفتند. صاحب موتل با دیدن سگ آنها فیفی به تندی گفت جا نداریم. اما یک لحظه بعد مونتو را شناخت و به دنبالش دوید و با عذرخواهی گفت ببخشید من متوجه نشدم که شما چه کسی هستید. استاد جواب داد خانم محترم هر کس بالاخره یک کسی هست. شب بخیر. 5. توداری نکنید. می توانید با معرفی خود شروع کنید.
به آسانی می توانید حس کنید که آیا فرد مخاطب شما را به جا می آورد یا نه. اگر بگویید من سوزان ویلیامز هستم، فکر می کنم شما را در یکی از جلسات همکاری خانه و مدرسه دیده باشم، من مادر بابی هستم، طرف نفس راحتی می کشد. اگر مخاطب شما خودش را معرفی نکرد که احتمالاً می کند، عیبی ندارد اگر بگویید متاسفم فکر می کردم اسم شما یادم مانده اما یادم نیست. بیان این جمله بهتر از این است که تمام مدت ناراحت باشید و مدام به خودتان بگویید خدایا اسمش چیست؟ اسمش چیست؟ اسمش چیست؟ 6. مردمدار باشید. هر قدر هم که سرتان شلوغ باشد، باز می توانید 1-2 دقیقه وقت صرف کنید و برای دوستی کارت پستال بفرستید. نامه ای کوتاه بنویسید یا با او با تلفن صحبت کنید و از او به خاطر محبتش تشکر کنید. قاعده کار این است: کار امروز را به فردا میفکن. به این ترتیب دیگر لازم نیست وقتی که او را دیدید با بهانه تراشی عذرخواهی کنید و یا با نامه ای طولانی توضیح دهید که چقدر سرتان شلوغ بوده است. 7. دفترچه آدرس ها، چند کارت پستال و یک خودنویس یا خودکار با خودتان داشته باشید. یکی از جنبه‌های عذاب‌آور دنیای مدرن صبر کردن و انتظار کشیدن است. در اتاق انتظار پزشک، در ایستگاه اتوبوس، در فرودگاه و یا در صف‌های جور و جور. به جای اینکه بنشینید به شانس خود یا به اوضاع یا به مجله‌های کهنه لعنت بفرستید، به دوستتان نامه بنویسید. اگر انسان‌ها بیش از هر چیز برایتان اهمیت دارند، پس دفترچه آدرس‌های شما یکی از گرانبهاترین سرمایه‌های شماست. 10 کلمه با عجله نوشته شده بهتر از نامه است که هرگز نوشته نمی شود. 8. برنامه ریزی کنید. بعضی ها خیال می کنند شادی یعنی رخ دادن واقعی به طور معجزه آسا و اگر بنشینند و صبر پیشه کنند بخت و اقبال در خانه آنها را نیز خواهد زد. در یکی از گروه‌های رواندرمانی ما موضوع بحث برنامه‌ریزی برای مهمانی برای مهمانی دادن بود. خانمی عقیده داشت که اتفاقات غیر مترقبه بیشتر کیف دارد. ما هم با این مطلب موافق بودیم. ولی پس از کمی بحث معلوم شد که اتفاقات غیر مترقبه برای کسانی که برنامه‌ریزی می‌کنند بیشتر پیش می‌آید. مشکلی که در مورد مهمانی‌ها داریم این است که می‌خواهیم حتماً کامل باشد. ندایی به ما می‌گوید که اینو که جلوی مهمون نمیشه گذاشت. اگه قابل خوردن است بگذارید بخورند. کمالگرایی در چنین مواردی کمرشکن است. چه اشکالی دارد که مهمانی شما کامل نباشد؟ اتفاقاً ممکن است بیشتر هم کیف داشته باشد. 9. اجازه ندهید شما را نادیده بگیرند. نقطه مقابل به حساب نیاوردن به حساب آوردن است. اگر به کسی گفتید سلام و جواب نداد، دوباره بگویید سلام، تکرار کنید. بگویید هی سلام، شاید نشنیده باشد و شاید وانمود می کند که نشنیده. اگر شخص اصرار داشت که شما را نادیده بگیرد، این مشکل اوست. شما وظیفه خود را انجام داده اید. یکی از نسخه های ما برای گروه های انجمن خانه و مدرسه این بود. بگذارید همه حرفشان را بزنند. اگر در بحثی گروهی شما رئیس جلسه هستید و کسی حرفی زد، طوری جواب بدهید که او بتواند بشنود. مثلا با صدای کاملا رسا بگویید من موافقم یا من خودم با این مطلب موافق نیستم ولی متشکرم که عقیده‌تان را بیان فرمودید. اگر شرکت کنندگان در یک گرد همایی نتوانند حرفشان را به گوش شما برسانند، احساس می‌کنند که به حساب نیامده‌اند. ممکن است احساس کنند که حرف احمقانه‌ای زده‌اند و تصمیم بگیرند که در آینده دهانشان را ببندند. 10. خودتان را نگیرید. شوخ طبعی نمک زندگی است و می‌تواند کام کودک دیگری را شیرین کند. خنده نیز گاهی بار سنگین وظیفه و مسئولیت را سبک می‌کند.
وقتی گرچن بچه بود، یک روز به دلیل شیطنتی که کرده بود، شروع کردم به نصیحت‌های مادرانه و بالاخره گفتم نمیدونم با تو چیکار کنم. گفت میتونی منو ببوسی. امروز یادم نیست موضوع چه بود، اما آن بوسه به یادم مانده است. 11. برکت نتیجه حرکت است. در زندگی شما اتفاق تازه‌ای نمی‌افتد مگر اینکه بخواهید دست به عمل بزنید. یکی از کلماتی که آدم‌های بی‌تعهد را لو می‌دهد، کلمه سعی است. دارم سعی می‌کنم بیشتر با مردم ارتباط داشته باشم. دارم سعی می‌کنم به زندگیم سر و سامانی بدهم. دارم سعی می‌کنم رفتار دوستانه تری داشته باشم. فعل خواستن را جانشین سعی کردن بکنید. یک قدم پیش رفته اید. عمل را جانشین خواستن بکنید. کار تمام است. سرچشمه احساسهای جدید شما اعمال جدید شماست. نه فکر کردن به آن اعمال. سعی می کنم فردا یا پس فردا به عمو هنری نامه بنویسم. تنها نشان دهنده این است که این کار باید انجام شود. احساس رضایت زمانی به شما دست خواهد داد که نامه را در صندوق پست انداخته باشید. 12. سنگ بزرگ بر ندارید. اگر همین امروز به هر یک از پیشنهادهای فوق درباره نوازش عمل کنید، طلسم بیعملی را شکسته اید. البته اگر تا به امروز مرد عمل نبوده اید. یک تلفن امروز بهتر از تهیه فهرستی 55 نفری از کسانی است که می‌خواهید امسال حتماً به آنها تلفن کنید.